یه روز از زندگی من وقتی از ماتریکس خارج شدم. بریم با هم ببینیم. زندگی این روزای ما آدما خیلی شبیه به هم شده. از صبح مشغول انجام دادن یه سری کارهای تکراری و خسته کننده میشیم تا شب همش در حال دویدنیم. یه وقته شب به خودمون میایم و میگیم مثلا نفهمیدیم امروز چی شد. به این زندگی میگن زندگی ماتریکسی که لزوما بد نیست، اما یه ایراد خیلی بزرگ داره، اونم سرعت بالاشه که باعث شده ذهن ما فرصت توقف و مکث نداشته باشه. حالا شاید از خودت بپرسی این توقف و مکث به چه دردی میخوره؟ نیست که نیست، اما همینجاست که به ما ثابت میشه ما آدمیم، ما انسانیم و اومدیم زندگی کنیم. ما ربات نیستیم که بیایم یه سری کارا انجام بدیم بعدم از این دنیا بریم. من به یه سری نتایجی رسیدم. یه سری کارا باعث میشه که من بتونم سرعتم رو تو دنیای ماتریکسی تنظیم کنم. مسلما برای من خروج از دنیای ماتریکسی به صورت کامل امکان پذیر نیست، اما میتونم با تنظیم کردن سرعتم تو دنیای ماتریکسی هم زندگی کنم. یه سری کارهای ساده کم هزینه یا شاید هم بی هزینه، مثلا صبح که از خواب بیدار میشم میشینم سر جام گوشیمو برنمیدارم و فقط به صدای محیط گوش میکنم. یا وقتی میرم پیاده روی بعضی وقتا موبایلمو به خودم نمیبرم. ارتباط با آدما، ارتباط با حیونا، ارتباط با طبیعت یا مکث‌های کوتاه مدت باعث میشه ذهن من برای لحظه آروم بگیره. یه وقتی موقع غذا خوردن به چیزی گوش نمیدم، ویدئویی نمیبینم. موقع آشپزی هم همین کارو میکنم و فقط به همون کار نگاه میکنم، به همون کار گوش میکنم. وقتی موقع حرف زدن با آدم‌ها کار دیگه ای انجام نمیدم. یه وقتی طلوع و غروب آفتابو میبینم بدون اینکه اون لحظه رو ثبت کنم یا بخوام ثابت کنم که من اونجا بودم. یا خیلی کارهای دیگه که به من کمک کرده تا بتونم تنظیم سرعت رو تمرین کنم. این باعث میشه که من تو دنیایی که همه دارن میدون حس کنم که یه وقتای کنترل زندگیم دست خودمه و بتونم ادامه بدم. حالا تو برامون بنویس توی کامنت ها که برای تنظیم سرعت تو دنیای ماتریکسی چه کارهایی انجام میدی. من فکر میکنم کامنت تو بتونه یه ایده برای بقیه هم بشه. منتظرتم.